دوستان و برادران نهایت گرانقدر گروپ مجموعه علمی و تحقیقاتی موضوعات کبوتر افغانی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امید است که جور و خوب و بخیر باشین، از گزند روزگار در امان و زندگی را بسیار به خوشی و خوشبختی مسرت در کنار خانواده های خیلی در کانون گرم خانوادگی سپری کنین. امروز مصادف است به 11 مارس 2024، اول ماه مبارک رمضان، دوشنبه. دوستا و برادرانی که در افغانستان هستند روزه داشتن و فعلا شاید در افطاری باشه. از این خاطر مفتم اگر امکان داشته باشه که وقت برنامه را تغییر بدیم، چون برای اونا هم فرصت مساعد شد، ولی انشالله العزیز اونا که وقت پیدا کردن میتون موضوعات برنامه را گوش کنن و دوستا و برادرایی که آنلاین هستن انشالله العزیز ما را همراهی کنن و میریم به طرف برنامه خود. دوستا برادران، ما برنامه های مختلفی از بسیار سابق، تقریبا 6-7 ماه پیش برنامه های متعددی در قبال موضوعات ژنتیکی کفتر آغاز کردیم که اولمی جینه یا از حجره شروع کردیم، از هسته شروع کردیم، حتی از هسته یک حجره و بالاخره تا اینجا رسیدیم. این برنامه ها تقریبا برنامه هایی است که تمامش برنامه های عملی می باشه، یعنی ما با اینا هر روز سر کار داریم، چون کفترها را چوچه گیری میکنیم و خیلی ها مهم و اصلی و ارزنده می باشه. تمام این موضوعاتی که ما در سابق بیان کردیم به خاطر از بیان کردیم که اینجا برسیم امی برنامه هایی را که انشالله العزیز در یک ماهی دیگه بیان میکنیم، اینا را مطالبه بگیریم، مصطلحات بفهمیم تا امو سیستم چوچه‌گیری خود را و سیستم از یک چه قسم کفترها را با هم جوره کنیم، او را بهتر و خوبتر بسازیم تا شود یک بهبودی در نسل کبوتر افغانی بیاد. بنابراین این برنامه خیلی ارزنده و خیلی مهم برای کسایی که میخواهند اما سیستم چوچه‌گیری خود از طرز تیوری و طرز بومی یا اندیجنس یا طرز از اینکه سینه به سینه انتقال شده بکشه و بر اساس علم قرار بده و علم در پالی تیوری بگذاره یا تیوری در پالی علم بگذاره یا کار عملی را پالی کار علمی بگذاره، خیلی نتیجه عالی و خیلی نتیجه خوب میگیره. به این معنا نیست که دوستا برادرایی که از موضوعات علمی استفاده نمیکردن اشتباهات دارن و یا ما اصلاحات داریم. نه، هر دوی از اونا دو روی یک سکه هست. کاری را که دوستا برادرایی که در سالها از افغانستان در کشور عزیز ما کردن، خیلی سیستم چوچه‌گیری عالی، خیلی استوار بر اساسات علمی پیش رفتن و امروز که ما منابع و شرایط مساعد است تا موضوعات علمی بحث کنیم، اما موضوعات علمی از این موضوعات بیان میکنیم تا دوستا و عزیزا و برادرها فقط با آنچه که تجربه کردن او را بر اساس علمش هم بدارن و از اشتباهاتی که رخ میده از اینا جلوگیری کنن. یعنی کار عملی دوستا و برادرها و کار عملی هر ما و کار تیوری فقط دو روی یک سکه است، یکی ممد دیگه است، یکی برای دیگهش ارزنده و بهتر و خوبتر به حساب می شود و به شمار می رود. دوستا برادران نهایت گرانقدر، موضوع برنامه امروزی ما در هفته گذشته سه نوع چوچه‌گیری را معرفی کردیم. گفتیم که هر کسی که بخواد به هر قسمی که بخواد چوچه‌گیری بکنه، در این سه نوع چوچه‌گیری در یکی از حالات از یا یکی از نوع‌های قرار داره. یا است که انتخاب نسل است، یا که انکشاف نسل است و یا ادامه نسل است. یعنی هیچ چوچه‌گیری نه تنها از کبوتر بلکه از تمام حیوانات و از تمام زنده جان‌ها که تولید نسل میکنن در این سه کاتگوری تولید نسل میکنن، یا انتخاب نسل ادامه داره، یا ادامه نسل ادامه داره و یا است که انکشاف نسل ادامه داره. امروز انشالله العزیز نوع اول از که ما به نام انتخاب نسل او را مسما کردیم بیان میکنیم و انشالله العزیز همکاری شما برادر و عزیزا را خواهان هستیم. قبل از اینکه در موضوع اصلی خود داخل شویم، فقط یک اندازه لازم و ضروری میبینیم که باید معرفی مختصری داشته باشیم از برنامه و همچنین یک مروری از برنامه‌های گذشته داشته باشیم که دوستا و عزیزایی که در سابق با ما نبودن برنامه را بتونن پیگیری کرده بتونن. ما گفتیم که جین واحد دستورالعمل و واحد ساختمانی یا واحد بلوپرینت یا نقشه یک انسان یا یک زنده جان است. همون جین است که سبب تولید تمام صفات و تمام اشکال و خاصیت های یک زنده جان میگردد. ما نمیخوایم که بسته در سر جین بریم. وقتی که جین عمل میکنه
در یک حجره و بالاخره در یک نسج و بالاخره در یک عضو سبب تولید شکل ظاهری میگرده. در یک مقصود در که مورد بحث با یک کبوتر افغانی سبب تولید شکل ظاهری میگرده. ما دو نوع جین به دو نوع عمل میکنه. در عموم جین خود را به دو شکل نمایان میکنه، یا به شکل دامیننت غالب می باشه و شکل مغلوب می باشه. غالب و مغلوب ما افغان ها بسیار خوب میفهمیم، چون زندگی ما در جنگ و در شکست و کامیابی به سپری شده. غالب عبارت از که کامیاب باشه و غلبه داشته باشه و مغلوب یعنی مغلوب شده باشه، ضعیف آمده باشه. این جین به این دو حالت عموما خود را خود ظاهر میکنه، یا غالب یا مغلوب، یا در وسط غالب و مغلوب. اینمی طرز العمل جین است و کفترهای ما تمام مشخصاتش که با چی صفات کیفیتی باشه و چی صفات کمیتی باشه در بین غالب و مغلوب و در بین از اینا قرار میگیره. این است که ما باید بدانیم که کدام جین ها غالب است و کدام جین ها مغلوب است. وقتی که کفتر رو جوره میکنیم، قبل از اینکه جوره کنیم ما بفهمیم که اینی چی از اینی کفتر، اینی تو یک چیز شاید باشه، به خاطر که اینی جین ها غالب است و اینی جین ها مغلوب است. چیزی که بسیار به ما شوقی پرنده زینتی استیم، یعنی تمام خاصیت ها را به چشم میبینیم. واجد از این است که ما او را یک محاسبه دیگری داشته باشیم، برخلاف کسایی که ریس میکنن. ریسرها هیچ زینت کفتر خود را دیده نمیتوانند. زینت کفتر ریسرها در پرش و در مسابقه در دوش است. تا وقتی که مسابقه نکنن هیچ نمیفهمن که کفتر خوب است خراب است چطور است. ولی ما برخلاف و مجرد که یک ذره کفتر کلان شد ما میفهمیم کفتر دارای کدام اوصاف است. جین گفتیم غالب و مغلوب که معرفی کردیم. ما جین به طور عموم خود نمایان بر علاوه غالب و مغلوب چتر عمومی است. بعد از او جین خود نمایان به دو نوع میکنه، یا جین های ما افزون ایست یا غیر افزونی است، یا ادیتیف یا نان ادیتیف است. ادیتیف جین هایی است که با هم اضافه میشن، نان ادیتیف جین هایی است که با هم اضافه نمیشن یا افزوده نمیشن. به مخاطر ادیتیف و نان ادیتیف یا افزوده شدن، افزوده گرایی خاصیت افزوده گرایی را داره، یا است که حالت خاصیت غیر افزونی را داره. وقتی که جین های ما حالت غیر افزون شدن داشته باشه، یعنی قابل افزودن نباشن، اونا یا غالب هستن یا مغلوب هستن، یا است که در جمع غالب قرار میگیره یا در جمع مغلوب. اما وقتی که جین های ما قابل ازی باشه که افزوده شون، یک جا شون، اونجا غالب و مغلوب وجود نداره. چیزی که بسیار مهم است اینی است. ما گفتیم که جین خدا به طور عموم به دو شکل نمایان میکنه، یا ادیتیف یا نان ادیتیف. یا قابل ادیتیف اوی که قابل افزوده شدن ندارن، و یا است که نان ادیتیف قابل افزودن شدن یا افزوده گرایی را ندارن. وقتی که جین های ما در حالت غیر افزونی یا نان ادیتیف باشند، یک علیل مغلوب است، یک علیل دیگه غالب است. علیل عبارت از نوع دیگر جین است. به طور مثال ما یک جین داریم که گل سر کفتر را تعیین میکند، هم رنگ گل سر تعیین میکنه، هم شکلش تعیین میکنه. اینمی گل سر یک چوچه 50% از پدر میگیره، 50% از مادر. اگر هر دوی از اینا تمام مشخصاتی که گل سر یک رقم باشه، رنگش به یک رقم باشه، ایره به نام جین میگن. و اگر تفاوت در بین از اینا بسیار تفاوت کم باشه، ایره علیل میگن. یک نسخه که از پدر میاد یک علیل است، نسخه که از مادر میاد علیل دیگری است. در حالت نان ادیتیف که افزونگرایی قابل غیر افزودن باشه، افزونگرایی نباشه، یک از علیل ها غالب می باشه، یکیش مغلوب می باشه. اما غالبش بیشتر نمایان میشه، مغلوبش کمتر نمایان میشه. و در حالت از اینکه قابل ادیتیو باشن، قابل افزودن باشن، قابل ازی باشن که جمع شون، افزودن به اصطلاح بسیار عامیانه هم جمع کردن باشن، اونجا غالب و مغلوب نداره، فقط جمع میشه. هر دوش که جمع شد یک دستور العمل متحدانه را برتان بگیم. متحد خو لغتی است که بر انسان ها استفاده میشه، ولی ما میتونیم که بگیم یک دستور العمل یا یک شکل ظاهریه که از جمع هر دو علیل ها با وجود آمده تعیین میکنن و تشکیل میدهند. این وقتی که ما میریم به اصل موضوع خود میگیم انتخاب نسل. انتخاب نسل در انگلیسی به نام اینبریدینگ یاد میشود. من نام زیرا به خاطر ترجمه اینبریدینگ به نام انتخاب نسل گذاشتیم که معنا مفهوم اصلی که در اینبریدینگ است او معلوم شد.
اینبریدینگ در لغت یا در لغت به معنایی که تحت لفظی ترجمه کنیم به نام درون نسلگری در بین یک فامیل، نسلگری در داخل یک فامیل، اینبریدینگ ایره میگوین. نسلگری در داخل فامیل، در نسلگری در بین یک فامیل. ولی مقصد اساسی اینبریدینگ 3 تا می باشد. یعنی وقتی که ما یک برنامه یا نوع چوچگیری به خاطر اینبریدینگ میکنیم 3 مقصد اساسی و عمده داره. مقصد اول ما انتخاب نسل برای مرحله بعدی که باز انشاءالله ولی زیر تشریح میکنیم. مرحله وقتی که ما میگیم ما نوع بالای صحبت بالای نوع چوچگیری انتخاب نسل میکنیم یا اینبریدینگ میکنیم. اینبریدینگ 3 هدف داره. اولی است که انتخاب نسل برای مرحله بعدی که باز تشریح میشه. دوم پاکسازی نسل از تولیدات کبوترهای ناپسند. کبوترهای ما همیشه به دل ما چوچه نمیته، بعضی چوچه های زیاد ناپاک میشه. ما میتونیم اینمی ناپاکی ها را از سیستم کفترهای خود با توسط چوچگیری اینبریدینگ پاک بسازیم. سوم و اموچی مقصد اساسی سوم که در هر دو مقصد بالایی صورت میگیره موجود است، ازدیاد جین های متجانس یا مشابه. ازدیاد جین های متجانس یا مشابه که در انگلیسی به نام هموزایگس میگن. هموزایگس ما در بالا تشریح کردیم، گفتیم به طور مثال گل سر کفتر یک علیل یا یک جین، یک علیل از پدر می یکی از مادر می، اگه این دو علیل ها با هم مشابه بود از نگاه رنگ، این به نام علیل متجانس میگویند. یعنی از یک جنس هستند، از نگاه رنگ یکی هستند که در انگلیسی به نام هموزایگس یاد میکنن. و اگر امی دو علیل چی از خال سر باشه، چی از بال باشه، چی از چشم باشه، ما مثال خال سر دادیم، چی از دم باشه، از هر چی باشه، اگه دو علیل که یک دارای عین وظیفه دارن، مهم است که دو علیل که دارای عین وظیفه داره، اگر این دو علیل داره عین شکل باشه و عین وظیفه را به جای ببرن به نام علیل های متجانس یا هموزایگس یاد میشد. و اگر شکلشان متفاوت باشد این به نام هتروزایگس میگن. شکل متفاوت دو علیل به عنوان مثال چه قسم است؟ یک علیل ماست که خالش مخال کبوتر بسیار مخالی که ما پسند میکنیم است، ولی یک علیل دیگه که از پدر یا مادر میگیره کشاله دار است. اینال بین کشاله دار و خالی که یک خال منظم باشه متفاوت است. اینی را به نام هتروزایگس میگن، چون از نگاه درازی مخال یک تفاوت موجود داره. این را به نام هتروزایگس میگن. و اگر دوی خال پدر و مادر یک چیز باشه این به نام هموزایگس یاد میکنن. میخوام تکرار کنم، هدف اساسی در نوع چوچگیری انتخاب نسل یا اینبریدینگ اولی است که انتخاب نسل برای مرحله بعدی، از این خاطر نام زیر گذاشتیم انتخاب نسل. دوم پاکسازی نسل از تولیدات کبوترهای ناپسند. سوم ازدیاد جین‌های متجانس یا مشابه یا هموزایگس در نسل بعدی. وقتی که ما میگیم ما انتخاب نسل در نوع چوچگیری انتخاب نسل، همیشه ما که چوچگیری میکنیم برای انتخاب نسل، ما چوچگیری را در اطراف یک جد واحد یا چندین جد واحد میکنیم. یعنی در اطراف یک کبوتر فاوندیشن بورد یا کبوتر کنده کفتر ما چوچگیری میکنیم. مثلا مثال یک نابغه عالی داریم، یک کبوتر عالی و زیبا مقبولی نر باشه یا ماده باشه یا یک جفت باشه داریم. ما میخوایم که اون تمام چوچگیری خود را در اطراف از امو کبوترها بگنجانیم تا امو صفات خوبی که در اون کبوترها است او را در چوچه ها انتقال بده. اینمی انتقال دادن صفات خوب یک جد واحد یا دو جد واحد به نام اینبریدینگ میکنن در اطفال. این حال به خاطر که ما یه عمل کنیم اعضای فامیلی که از امی دو کبوتر آمده، نواسه ها، بچه ها، دخترها، مؤنث و مذکر با هم جوره کرده میریم تا که امی علیلی که به طور مثال، چون امی مثال آغاز کردیم به خال سر تا آخر به ادامه میتیم که موضوع روشن شد، به طور مثال هم کبوتر نرم و خیلی قاب عالی، یک قاب سر عالی و خال مقبول دار و هم ماده. اینا به خاطر که ما بفهمیم که 100% چوچه هایی که ما میگیریم ای علیل ها را از پدر مادر اخذ کرده باشن، امی فامیل بین خود جوره کرده میریم تا ما متأکد شویم که تمام صفاتی که در پدر و مادر یا دو جوره کفتر ابتدایی اولی ما که بود که کنده کفترهای ما به چوچه ها انتقال میکنه، این به نام
نوع چوچگیری این بریدینگ میکنن. این بریدینگ به خاطر است که نسل خود انتخاب میکنیم، اما نسل عالی خود که ما چیزی که او را خوش داریم نگاه میکنیم، نسلی را که ما کبوترهایی را که تولید میشه که بدل ما نیست او را میکشیم. به طور مثال میشه که ما مثال بگیم که یک سنگ قیمتی، یک زمرد یا الماس پیدا میشه. او سنگ قیمتی، زمرد یا الماس هر چی که باشه خالص نیست، در خود ریگ داره، در خود سنگ داره، در خود جغله داره و اون نهفته است. اینا لمی نهفته بودن این سنگ ما میفهمیم که اینمی کبوتر عالی است. اینا لمی عالی بودن از زیر کشیدن، مثل یک الماس وره کشیدن، سنگ های ناپاک، جغله های ناپاک و چیزهای تولیداتی که ما ضرر رو دور کردن، اینی را این بریدینگ میگن. ما میخوایم اما اصل چیزی که مقصد و هدف ماست او را بکشیم و چیزهایی که تولید میشه و او را ما خوش نداریم یا دلپسند ما نیست او را دور کنیم. به عنوان همین جوهری را که مثال دادیم که الماس میکشیم، سنگاش دور میکنیم و دور این شکل ظاهری، تعریف شکل ظاهری بود که خوبی هایی را که ما در کفتر که شروع کردیم نمایان کنیم. در شکل باطنی تغییری که میآید، این چیزی که مهم است شکل باطنی است. و شکل باطنی یا جینوتایپ، کورد انگلیسی به نام جینوتایپ میکنن یا نوعیت جین از او سبب تولید شکل ظاهری میشه. ما کبوتر خود را از حالت هتروزایگوسیتی، از حالتی که علیل های متفاوت داشت، او را میکشیم به حالت هوموزایگوسیتی یا علیل های متجانس داخل میکنیم. این یک حالتی از چوچگیری است. این از خود شرایط داره که ما امو کفتر خود امو جین هایی را که سبب تولید هتروزایگوسیتی میشد یا سبب تولید انواع و اقسام مختلف چوچه ها میشد، او را کم میکنیم و هوموزایگوسیتی یا جین های متجانس دو می افزاییم که چوچه هایی که تولید کنه کلش باید از چوچه های پاک، چوچه های سالم، چوچه هایی که به مدل ما می باشه. ما که پاک و سالم و تعریف توصیف میکنیم، یعنی مقصدی باید با صفاتی که ما خوش داریم باشه. و از این که از این ما میش مثلا چوچه بگیریم، از کفتر 10 تا چوچه بگیری، 2 تاش خوبش میاد، 8 تاش خراب میاد، 4 تاش خوبش میاد، 6 تاش خراب میاد. اینا از خاطر که از این 6 تا خراب شدن جلوگیری کنیم یا 8 تا خراب بودن جلوگیری کنیم، ما چی میکنیم؟ کفتر ان برید میکنیم، انتخاب برای نسل میکنیم، انتخاب نسل میکنیم که کفتر که 10 چوچه گرفتی 8 تاش عالی بیاید، 9 تاش عالی بیاید، 1 تاش اگه اشتباه آمد برو پروا نداره. اینی مقصد. دوستان برادرای محترم، به خاطر از اینکه موضوع بسیار خلاصه شد، یک جدول جور کردیم که گذاشتیم نامش از نوع چوچگیری انتخاب نسل. در اونجا نشته کردیم که ادیتیو جین یا جین هایی که با هم افزوده میشن، افزایش میشن. در حالتی که جین هایی که با هم افزایش میشوند و قابل افزوده شدن را دارند، در این حالت غالب و مغلوب از بین میبریم. با چی نوع از بین میبریم؟ با چوچک کردن یک نسل دوم نسل تا غلبه بودن و مغلوب بودن از بین بره و کبوترها همیشه خوبی هایش در حالت جمع شدن باشه. دوستان برادران عزیز، به جدول شما بنگارین. در اونجا میبینید که ما 3 انتخاب داریم. در سر جدول اما عنوان است که نوع چوچگیری انتخاب نسل. بعد از اون تعریف جین های عزیز که عد شود و یا است که عد نشود و همچنان بعد از اون باز اما 3 انتخاب است. جینوتایپ عبارت از امو شکل باطنی است. فینوتایپ عبارت از شکل ظاهری که تولید میشن. اولش نشته است هوموزایگوس علیل 1 یا جین های متجانس علیل اول. شکل ظاهری که تولید میکنن امور به نام شکل ظاهری متجانس اول، دومش هتروزایگوس و سومش علیل هوموزایگوس دیگه است. شما که جدول بخوانید، این حالت چوچگیری است که ما همیشه یک اصطلاح داریم در بین شوقی های خود، میگن به طور مثال زرد با زرد جوره کو، سرخ با سرخ جوره کو، سیاه با سیاه جوره کو، هر رنگ با هر رنگ جوره کو. این حالت هر رنگ با هر رنگ جوره کردن است. به خاطر که هر رنگ با خودش جوره کنی، غالب بودن و مغلوب بودن از بین میبرید. شما ببینید در این جدول هیچ نشته نیست که هوموزایگوس دامیننت یا جین های متجانس غالب یا جین های متجانس مغلوب. نوشته است جین های متجانس اول، جین های متجانس دوم یا جین های غیر متجانس، یعنی غلبه و مغلوب بودن که از بین رفت. رنگ ها، مخصوصا کار ما سر رنگ، سر قد است، صفات کیفیتی و صفات کمیتی افزوده می شوند، اضافه می شوند.
اگه درجه رنگ کبوتر پدر مادر که ما آغاز کرده بودیم به طور مثال اردوش به درجه 8 بود، ما این را که جوره کنیم چوچه هایی را که بر ما میتن به ما درجه 10 میتن، چون در اینجا جین در رنگ در حالت بر علاوه از که امی تعریف انتخاب نسل یا نوع چوچگیری انتخاب نسل بود، نوع چوچگیری انتخاب نسل از خود فرمول هم داره و این به نظر به یک فرمول محاسبوی ریاضی انتقال میکنه. انشاءالله ولازی اون با شما دوستا و برادرها شریک میسازیم. خب دوستان گرامی و برادرای محترم، این بود برنامه امروز ما. فقط میخوام مختصرا دوباره یک بسیار مختصر مرور کنیم که ما در نوع چوچنگیری انتخاب نسل 3 هدف داریم. اول انتخاب نسل برای مرحله بعدی. هدف دوم ما که در پاکسازی نسل از تولیدات جانبی، از تولیدات کبوترهایی که ما ضرورت نداریم. و سوم اما هدف اساسی این بریدینگ که هست عبارت از ازدیاد جین های متجانس یا ازدیاد جین های هوموزایگس. هر قدر که جین های هوموزایگس اضافه شود، ازدیاد داده شود، جین های هتروزایگس کم می شود، از بین می رود. این هدف این بریدینگ می باشه و تشریحش هم کردیم که این بریدینگ وقتی صورت گرفته میتونه که ما جد مشترک داشته باشیم. بدون جد مشترک، بدون یک کفتری که در بالا مشترک باشه نمیتونیم که هر کفتر آورده بریم بگیم ما این برید کرده، میتونیم نمیشه. یعنی تمام چوچگیری ما در اطراف یک جوره کفتر یا یک کفتر یا دو جوره کفتر عالی یا کنده یا فاوندیشنی که داریم در اطراف از امو بچرخه. و این بریدینگ ما که شرایط این بریدینگ ما 3 راه یا 3 مرحله یا 3 انتخاب داره. از نگاه شکل باطنیش که جینوتایپایش نام بگیرم، هوموزایگس علیل اول، هتروزایگس و هوموزایگس علیل دوم. و از نگاه فینوتایپ یا شکل ظاهریش که باشه، شکل ظاهری جین های متجانس علیل اول، شکل ظاهری جین های غیر متجانس و شکل ظاهری جین های متجانس علیل دوم. و یمیش بینمی منوال کفتر تولید میکنه. به طور مثال به خاطر از اینکه آسان شو فکر کنیم، ما یک جوره کفتر را جوره میکنیم. یک جوره کبوتر ما در هر بار که تخم میته 2 تخم میته. تخم اولی از کبوتر همیشه که تخم میته قاب سر شکل همه چیز درست میاد، هیچ کدام چی میگه در کفتر هیچ عیب و نواقصی نیست. در جوره اول ما. در جوره دوم ما به طور مثال دفعه دوم که تخم داد، در جوره تخم دومی اگر علیل خالصر متفاوت باشه، فکر کنی یکیش کشاله میته. اول در جوره دور دوم تخم ما، دور اولش بیخی درست است، در دور دوم تخم اولی درست است، تخم دومی کشاله می داشته باشه. دور سوم ما باز هم تخم ها بسیار به شکل منظم یا چوچه ها به شکل بسیار عالی که ما میل شدن به ما قسم میبره. اینی شکل چوچگیری یا نوع چوچگیری انتخاب نسل یا این بریدینگ است که ما این جین هایی را که میخوایم در او خوش داریم او را اضافه کنیم، اما هوموزایگسیتی را اضافه کنیم و هتروزایگسیتی را کم کنیم. این بود برنامه امروز ما. سوال، انتقاد و پیشنهادی که باشه انشاءالله عزیز گوش میکنیم. دوستا و عزیزا، میخواستم اضافه کنم که باز انشاءالله عزیز ما یک بار که اینال خوبی های از این خود گفتیم که در انتخاب نسل چی خوبی ها داره، خرابی های از این رو بگیم به مثال ذکر کنیم. این دیگه هم واضح و آسان میشه و بسیار اگزرشات در دفعه اول آدم چی باشه مشکل مال میشه. بسیار چیز ساده و بسیط است. 3 راه داره و بسیار انشاءالله ولازم با فرمول محاسبویش اکثر کار کنیم که چه قسم بفهمیم که کبوتر ما آیا این برید است یا نیست. بسیار آسان میشه انشاءالله العزیز. دیگه اگر ما کلش در یک روز بگیم بازو دور دراز میشد، خسته کن میشد. انشاءالله العزیز میره در برنامه دیگر دوام میتیم می انتخاب نسل. باز انشاءالله باز میریم به 2 نوع دیگر از چوچگیری که داریم.